تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. دودستگی در میان طالبان، استانکزی خواستار بازگشایی مکتب‌های دخترانه شد. ادامه درگیری‌ها در ولایت بدخشان، طالبان از عضو پیشینشان خواستند که تسلیم شود، اما عبدالحمید مجاهد بر ایستادگی تاکید می‌کند. فارسی ستیزی طالبان در شمال افغانستان. پس از بلخ و تخار، طالبان واژه دانشگاه را از لوحه دانشگاه بغلان نیز حذف کردند. نگرانی سازمان ملل از حضور فعال القاعده در کشور. گوترش میگوید که القاعده همچنان با طالبان ارتباط دارد و در افغانستان فعالیت میکند. و برنامه جهانی غذا گفت که افغانستان با جدیترین خطر قحطی مواجه است. سلام و وقت بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان میگوید که هیچ کس دلیل شرعی مبنی بر ممنوعیت آموزش برای دختران ندارد. این مقام ارشد طالبان در نشست به مناسبت روز جهانی گردشگری در کابل گفت که آموزش بر مرد و زن واجب است و باید دروازه مکاتب به زودترین فرصت بر روی همه باز شود. تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. علماء کرام دلته موجود دي، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نرو په ښځو باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون له دې چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي است. آقای استانکزی افزود هر چیز زودتر زمینه آموزش فراهم شود و دروازه مکتب‌ها بر روی همه باز شود. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان از این گروه خواست که در زمینه آموزش و پرورش تبعیض قائل نشود. استانکزی گفت برای تامین عدالت و وحدت ملی باید زمینه آموزش برای همه فراهم شود. زر باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص. دا پکې نه وي چې احمد بزي محمود بنځي. ټول به تبعیض به نه په دې ملک. که موږ غواړو چې ملي وحدت قایم کو باید تعلیم دروازې د ټولو په مخ خلاص. این مقام طالبان افزود که محروم ماندن دختران از آموزش فاصله میان مردم و حکومت این گروه را بیشتر میکند. او از مسئولان وزارت معارف این گروه خواست مشکلات را که باعث شده دروازه مکاتب بسته بماند حل کنند. هغه ستونزې چې دوی هر وخت دلایل وایي چې موږ مشکل لرو، نن سبا بل سبا دا باید حل کړي. څومره زر چې کېدلی شي باید حل شي. په دې کې څومره وخت تېرېږي مشکلات جوړېږي. په دې کې چې څومره وخت تېرېږي زموږ ملت له موږ نه فاصله نیسي. په دې یوه موضوع باندې له موږ نه فاصله نیسي. موږ باید له ملت نه فاصله ونه نیسو. ملت او حکومت باید یو له بل سره چسبېدلي. رهبری طالبان در مورد آموزش دختران بالاتر از صنف ششم با هم اختلاف نظر دارند. عباس استانکزی بارها از بسته ماندن لیسه‌های دخترانه انتقاد کرده است. در این حال گفته می شود که نورالله منیر وزیر معارف پیشین این گروه نیز به دلیل طرفداری از باز شدن لیسه‌های دخترانه از این وزارت برکنار شده است. ملا حبیب الله رئیس پیشین شورای ملاهای قندهار که روز دوشنبه رسما به عنوان وزیر معارف جدید طالبان شروع به کار کرد، از نزدیکان ملا هیبت الله رهبر این گروه است و ظاهرا دیدگاه نزدیک به او دارد. منابع محلی در بدخشان میگویند که عبدالحمید مجاهد فرمانده جدا شده طالبان در این ولایت خواست قاری فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان مبنی بر تسلیم شدن را رد کرده است. منابع محلی روز سه‌شنبه 5 میزان میگویند که در پی مبارزات مسلحانه این فرمانده جدا شده طالبان در بدخشان، قاری فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان گروهی از موسفیدان و بزرگان بدخشان را به هدف تسلیم شدن عبدالحمید مجاهد نزد او فرستاده است. به گفته منابع، مجاهد در دیدار با فرستادگان فصیح‌الدین خواست او را رد کرده و بر مبارزه مسلحانه در برابر طالبان تاکید کرده است. عبدالحمید مجاهد از فرماندهان برجسته طالبان در بدخشان در پی اختلافات درونی با ده‌ها نیروی تحت امرش هفته گذشته از طالبان جدا شد. او جنگ در برابر این گروه را در ولسوالی یفتل بدخشان آغاز کرده است. منابع محلی در بغلان از حذف واژه دانشگاه از لوحه دانشگاه این ولایت از سوی طالبان خبر می‌دهند. منابع محلی امروز به آماج نیوز می‌گویند که طالبان در ادامه فارسی ستیزی واژه دانشگاه را از لوحه دانشگاه بغلان نیز حذف کردند. به گفته منابع، اکثر مسئولان محلی طالبان در بغلان نسبت به زبان فارسی بدبین هستند. طالبان در یک ماه اخیر واژه دانشگاه را از لوحه‌های دانشگاه‌های هرات، غزنی، بلخ، تخار و بغلان حذف کردند. این عملکرد طالبان با واکنش‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است. آنان این اقدام طالبان را قوم‌گرایانه می‌دانند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته است کشته شدن الظواهری آشکار کرد که رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی هنوز هم برقرار است. دبیرکل سازمان ملل امروز سه‌شنبه 5 میزان در گزارش 3 ماهه خود درباره وضعیت افغانستان بار دیگر تاکید کرد که کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی را آشکار کرده است. در این گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است که اعلامیه ایالات متحده آمریکا در مورد کشته شدن الظواهری در کابل نمایانگر ادامه روابط طالبان با گروه تروریستی بوده که آنان برخلاف تعهدات ضد تروریسم عمل کردند. در گزارش آمده است که طالبان با انکار هر گونه اطلاع از حضور رهبر القاعده در کابل از امریکا به دلیل نقض تمامیت ارضی افغانستان انتقاد کردند و هزاران نفر را برای اعتراض بسیج کردند. آقای گوترش خاطر نشان کرده است که القاعده همچنان با طالبان ارتباط دارد و از آزادی رفت آمد در افغانستان برخوردار است. گفته‌هایی که مقام‌های طالبان همواره آن را رد کردند. او در این گزارش تاکید کرده که داعش به هدف قرار دادن غیر نظامیان به ویژه هزاره‌ها و همچنین هندوها، صوفیان و طالبان ادامه دارد. دبیرکل سازمان گفته است که محدودیت شدید بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران افغانستان از جمله ممنوعیت تحصیل ادامه یافته است. او افزوده است که این محدودیت افغانستان را به تنها کشور تبدیل کرده که از حق کامل دختران برای تحصیل محروم است. نامبرده همچنین از طالبان خواسته است که از حقوق و آزادی‌های اساسی همه مردم این کشور از جمله زنان و دختران محافظت کنند. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که اقتصاد فروپاشیده و مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان این کشور را با جدی‌ترین خطر قحطی در 20 سال اخیر مواجه کرده است. این برنامه روز دوشنبه 4 میزان با نشر گزارش گفته است که میلیون‌ها خانواده تقریباً هیچ راه برای کنار آمدن با زمستان سخت دیگر ندارند. برنامه جهانی غذا گفته است که این برنامه یکی از آخرین موانع باقی مانده بین افغانستان و قحطی است. این نهاد افزوده است که استحکام سد گرسنگی‌اش به سخاوت اهدا کنندگان بستگی دارد. برنامه جهانی غذا افزوده است که برای کمک رسانی به 18 میلیون نفر در افغانستان که از ناامنی غذایی رنج میبرند نیاز فوری به 1.1 میلیارد دلار دارد. این برنامه گفته است که تنها برای آماده سازی 150,000 تن غذا در زمستان به 172 میلیون دلار ضرورت دارد. برنامه جهانی غذا گفته است که اگر بودجه مورد نیاز فوری تامین شود، در نظر دارد هفته‌های قبل از بسته شدن برف و یخبندان جاده‌ها و غیر قابل دسترس کردن بسیاری از جوامع غذا را در مناطق ناهموار و دورافتاده از قبل انبار کند. به گفته برنامه جهانی غذا، این اقدام به جلوگیری از سطوح فاجعه‌بار ناامنی غذایی و حتی گرسنگی کمک می‌کند. در همین حال، دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل یا اوچا می‌گوید که در سال جاری میلادی برای کمک به 22 میلیون نفر در افغانستان 4.4 میلیارد دلار منابع مالی درخواست شده بود، اما با گذشت 9 ماه تنها 43% این درخواست تامین شده است. اوچا روز دوشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته است که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. فقر و گرسنگی در افغانستان در پی روی کار آمدن طالبان که منجر به قطع کمک‌های خارجی و تحریم‌های مالی شد، فراگیر شده است.